جاوید 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 خیز بچم خیز 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 با بخچه دیر میکنیم خیز جاوید خیز بچم معروف معروف جاوید از خواب نمیخیزد بیا او رو بیدار کن حاضر میآیم مهرانه مهرانه بابا چای دم کردی؟ همه چیز تیار داده آفرین امروز شما ما با بخچه میبرید او چشم میبرد اگه چیزی نقص میخرید چی میخوایی بچم؟ ماشینچه ماشینچه؟ چه خیلی ماشینچه؟ ماشینچه که آدم چای مره با هر جا بره عزیزم چه خیلی ماشینچه میخواهد بچم؟ من امروز معاش میگیرم از همه ماشینچه بهترین رو برای بچم میخرم ایلش در ساعت امروز ساعت چند تمام میشود بدی نیست فروزی چه بود؟ شاید از کار کمی دیر برایم بچه رو از بخچه میگیری؟ ها میگیرم مهرانه دخترم سمکم رو بیار من رفتم دیر کردم باشه تیز 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 برو رفتیم روز استراحت یک جای با پدرت و تئاتر میرویم من تئاتر رفتن نمیخوام من میخواهم بچه جون ماشینچه میخرید میخرم بچم دخترم نه بچه دادرت رو به نظارت نگذار میلش مایلش خیر تو بگو بچم بچه جون خیر عزیز سلامتیت چخیر؟ رحمت خوبم تو امروز خیلی زیبا شده ای. خوشرویی مرا آماد و گوی که امروز معاش می شود بعد این فیروزی بچه های در باغچه؟ ها از روی مصلحت این بگو معروف اونها رو از بخچه میگیرد با جاوید ماشینچه وعده کردم بگو میپرسد جاوید چند ساله شد؟ شکر خدا 4 ساله مهرانه چی با مکتب میرم؟ نه نصیب باشد سال دیگر عزیزم آبای در یادت هست چند سال پیش از این فرزندی اشک میریختی؟ در یادم هست به فرزندی عذاب زور است
شکر که خدا مهرانه و جاوید رو به من لایق گرداند. می‌داریم. مایلش میداره. تو چی گرفتی؟ بازیچه. بچه‌های تو هیچ از بازیچه سیر نشدن. تو چی گرفتی؟ برای خودم کوفته. ریحان خیر تو پگو. خیلی سلام. فراست ناموس و وجدان داری یا نه؟
از رنگ رویت معلوم که کارت اومد نکرد. من باشم همیان را از سمکه آن زن چنان گرفتم که حتی پای نبود. باز چند کسی دیگر را غارت کردم. با این پولها بلیت خریده دیگر شهر هم رفتن ممکن. تو با من میروی؟ حالا وقت این گپا نیست. هرچی که من گفتم همون می شود. از خطی کشیده من بیرون برای زنده نمیمونی. محمدانو، من تو رو نمیفهمم. یک عمر دلسوزی. من باید به خانه روم. خانه؟ منو چای نمی تو رو نمیفهمم. ای تو با او چی در کنی؟ با فکرم وقتی مردنش نزدیک است که تو رو با فرزندی قبول کرد. او با من خوبی کردن میخواهد. چی؟ خوبی؟ خوبی اساسی را با تو مادرت کرد. تو را زاید و پرتافت. یا من را انتخاب میکنی یا چت را. گم شو از اینجا. چند شد؟ کرکوبی میرم گفته کجا گم شدی؟ دختری به معنی تا نصف شب در کوچه ها نمی کردد. تو را به خانه آورده فکر کردم که سایبانم میشوی. یک بار روزم بد شد که بهنه عقل سلام گفتن نداری. بی تربیه. کایوچه میآید. ای بی تو ماشینچه گفته همه را بیزار کردی. ای بی من نه. حضور چت می آید. ماشین چه هم می آورن. رفتیم خوب روید. تا چم ناید من خوب نمیروم. من خوب نمیروم. نصف شب شد. خیزت رفتیم. من همراه شمایان خوب می روم. نکشتم.
دختری اوچه بیدار شو. در علوم می سوزی دختری بیچاره. خب بر سرم این چی کاری کردگیم بود. ما آب نوش با خود بیار. جون شیرینی اوچه دختری اوچه. یگان کاری دیگر گفتن در کار. راست اینجا کار خیلی سست رفته ایستاده است. مبلغ ندارند. درست میگویی. اسباب ها رو گرفته همین روز میرویم. یگان کار دیگر میرویم. این رو گیر. سمت نبای. تینجی؟ نگاه کن. چی؟ آنجا کسی خوابیده است. چی؟ بیا نزدیکتر رویم. زنی بیچاره به فکرم مرده است. به میلیسا خبر دادن در کار. نگین؟ نگین دخترم خوبی و بیدار؟ این خیریتی طبعت پس شده است. خیز یگون چیز خور. 3 روز باز خوبی. نشد. دختر رو جیغ زدم. اینقدر هزیون گفتی. کجا رفتی که به این حال افتادی؟ من مادر شده نمیتوانم. هر عمل آدم برای خودش بوده است. از ترس اون که در تنهایی نمیرم تو رو فرزند خوان کردم که وارثم شوی. پایم به لب گور رسیده است و در این زندگی مهربانی را ندیدم. شوهر کردم. از بی فرزندی طعنه شنو شدم. خداوند تنی مرا نهال بی ثمر آفریده بوده است. از سخت گپی های من خفه نشو. تو مرا ترسوندی.
3 روز است که عزیزه با ما نیست. و من از عهده تربیت فرزندان بناس پروردهش میبرآمده باشم. ریحان دیدی جاوید ماشینچه را که عزیزه خریده است به زمین نمیگذارد. اما سحر خیلی خرسند بود. اون روز با تو چی گفت ریحان؟ مثل هر وقت خیر و خوش کردیم. همش خوب بود. با کی در کار بود مرگ عزیزه؟ چرا وی با اون بینا رفت؟ چیزی رو نمیدونم معروف. خودت رو به دست گیر. کودکانت رو فکر کن. آخو غری تو کسی ندارد. معروف بیا کودکانت رو من به خونه برم. همراه فرزندانی ما اندر موت شده شاید کمی به خود بیاید. نه معروف یک مدتی آنها باید در دیگر محیط باشند. بچه خولت رو خمیدی. رفتیم دیر شد. رفتیم. تو خواهد نشم معروف خودت رو احتیاط کن. رفتیم. اومدی؟ بچه من گناهکارم. چی گناه کردی؟ آدم کشتم. چی؟ وارث یگان کس را کشت؟ همسایه ها گفتند که دخترت با یک دوست بچه میگردد. کی را کشت؟ تو چی گناه داری؟ وارث گناه ندارد. با ملیسا میروم. هیچ کجا نمیروی. من نمیخواهم که تو را از دست دهم. دیروز دلبر رو دیده بودم. گفت که در باغچه جای کار دارد. در باغچه کار میکنی؟
غایبانه در دانشگاه میخوانی. دیگر نمیگذارم که تو با واریس واخوری. فهمیدی؟ مرحمت دروی. سلام علیکم. سلام. شما خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشید. مرحمت شنید. رحمت. اولادون بهتر شد؟ خوبه. خودتان رو احتیاط کنید. این کس دخترتان؟ بله دلبر. من خواهش شما رو رد کرده نمیتوانم. با امید نگین رو به نزدتان آوردم که کار رو یاد گیرد. هرچی که از دستم بیاید برای شما میکنم. برکه یابی دخترم. از یتیم خانه حجت آوردید؟ همه حجت هایش رو آوردم. کار در باغچه مسئولیتی بلند دارد. با کودک ها باید خوش معامله باشی. خصلت هر یک کودک را به نوبت گرفته موافق فعل و رفتارش مناسبت میکنی. شما شنید. من رفته نگین را با بچه ها شناس میکنم. ممکن من همراهتان روم؟ اختیارتا. سلام. چیگه؟ پنهان شده است. شهنازه، ما نگین را به کار قبول کردیم. فهمم که چی مسئولیت دارد. میتواند کار را سر کند. شما آسوده باشید. رفتیم. کانی بچه ها از جای خسته چی ناز شود؟ نگین خالای نوی شما. السلام. بله. سلام علیکم. لبه.
حاضر میآیم. میبخشی معروف، من از روی نگاه بینی اینها نبر آمدم. رفتیم بچه. همدردی مرا قبول نمایید. مهرانه بیا. جاوید بچه من باید به کار روم. تو همراهی مرا بیارم. میلش رو. خواطر نشوید. بچه ها رو به نظارت نمیگذارم. نگین، این بچه ها در گروه ما هستند. لباسهایشان را به آنجا گذار. سلام. شما چی نام دارید؟ اینقدر لباسی تنک پوشیده ای؟ آن چیزهایی که تقسیم کردیم اینجا قید نمونید. چرا اینجا نشسته ای؟ من با تو خوراک آوردم. میخوری؟ بخور. نمیخوام. خیلی بخورم. خیلی ممنون. مهرانه، جاوید، خیر، تو پگاه. نگین، تو گفته بودی که از اینجا میروی. چه خیلی که میبینی من رو برای تو. تو حق نداری که با من دست رسانی. من میدونم که بچه حق دارم و بچه نه. دستت را گیر. تو فراموش کردی که من کیم؟ تو دیگر در زندگیم وجود نداری.
در زندگیت یکم آدمی نو پیدا کردی. با تو داخل ندارد. یک بار دیگر تکرار کن. دستان iflost رو با من نرسان. تو دیگر برایم وجود نداری. مرا به حالم میگذاری یا نه؟ از زندگیم گم شو. تمامی هستیم را در زندگی برباد دادی. تو باز چی میخواهی؟ میخواهم که با من باشی. این ناممکن است. دوستت میدونم نگین. آمدم که تو رو با خود ببرم. تو رو دیدن نمیخوام. نگین. 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 اصلا اومدی دخترم؟ اومد. یگان گپ شد که دیر کردی. باز واریس را دیدی؟ 100 بار گفتم که با او گم نزن. تو را پرسیده به خانه آمد. از پگیدر تشش کردم. میونی من و واریس دیگر یگان مناسبتی نیست. آچه من نمیدونم چگونه با این عذاب وجدان زندگی میکنم. دخترم نگی مرا خواطر نکن. Все издевались над несчастным утенком, и никто не признавал его своим. А это что за птичка? ما خودمان میرویم. شما روید. دودرت رو احتیاط کن دخترم. خیر. ده باشین چای مرو. ده باشین چای مرو.
چرا گریه میکند؟ اینها به حالش میخندند. بیا رفتیم. خیز. گریه نکن. بچه کارم گریه نمیکند. طبقه کارم شده. گریه نکن. دامه. اینها خوب نمیروند. رفته خوب کنید. مثل کودک رفتار میکنی. میبخشید. هیچ غم نی. Асалом. Салом. Мебахшед. саломатии модарам хуб нест. Ба кӣ муроҷиат кунем? ба отоқи нуҳум дароед. саломат бошед. асалом. нозанин? нигин? саломатият чӣ хел аст? нағз. модарам бемор шудааст. хавотир шудам. модаратро ёфтӣ? модарам маро ёфт. шинед. чӣ шуд? нигин, модарат нотоб аст. ин доруҳоро дар вақташ истеъмол кунад. ӯро эҳтиёт кун нигин. ворисро мебинӣ? не. ҳама мегуфтанд ки ӯ туро дӯст медорад. нозанин, биё дар ин мавзӯъ гап назанем. духтарам, вақти духтурро бисёр гирифтем. барака ёби духтарам. баъди муолиҷа боз биёед. хайр, майлаш. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. تو کجا نگاه میکنی؟ برای چی جنجال میکنید؟ بس کنید. مازقرا نگو. برادر من نرس فهمیدی؟ تو چه نداری؟ اپا کرو چه میه؟
دادا لبای امروز در باغچه انوشیروان با طرف جاوید گفت که تو به اوچه‌ای. جاوید تو جنگ کرده؟ من جنگ نکردم. او خودش گفت که سخره به مادر. مربیه در کجا بود؟ مربیه به آشخانه برای خوراک رفته بود. دیگر ما خلاص کرد. نگین؟ نگین کی؟ نگین خدای نوی من. او به ما کتاب میخواند، رسم میکشد، لباسای من و جاوید را میشوید. من او رو ندیدم؟ نمیدونم. وقتی که یگان کس ما را خفه کرد او طرف ما را میگیرد. جاوید را سخت دوست می‌دارد. تو رو چی؟ من را هم. گیر خور. نگین! نگین! این چه مناسبت است؟ در گروه شما 30 نفر باید با همه یخی رفتار کنید. چطور با این کودک ها نزدیک کرده است؟ هیچ چیز. مناسبتت را با کودکان درست کن. فهمیدی؟ خوب شده است. از قفای کارت شو. دیگر به این خطاگی راه نده. هر چی که شما گویید. سلامتی مادرت چه خیلی؟ نغز. به مادرت سلامی مرا رسان. خوب شده است. به فکرم پدرت آمده نمیتواند. نمیدونم. یکی دیگر نآید. نه این خیل نگوی. خانه بیبی در کجا؟ میدونی؟ من بیبی ندارم. در خانه ما بیبی هست. با من میروید؟ پدرشون آمد. تا که این دوام میکرده باشد. خزید از جا. نصف شب شد. ما هم در خانه زندگی داریم. فرزند داریم. کار داریم. سلام. ببخشید که دیر کردم. میبخشید که اینقدر وقتتون رو گرفتم. رفتیم خونه. کودکانم رو خوار و زار کردی. میدونم که گناهی من نابخشیده نیست. عزیزم مرا ببخش.
مادرم هر دکان بعد دکان و ما شیرینی می آورد. бомаза ها агар ту хоҳӣ ман ҳар рӯз бароят ширинӣ меорам. اگه جاوید زاد روز دارد. рост اینه مقدمه که خودش رو محمد جمعه گرفته فرمود بخونم موزه بود شناخته زدم اون مایزاده شده سلام معلم خوبی؟ من در زندگی رای خودم رو یافتم با شما چی شد؟ مرا شناختی؟ نه یاد ندارم. مرا از دانشگاه خارج کرده بودی. تو برای دانشجویان بی‌آداب زیادند. شما عزیزای مرا کشته. من قصاصش رو میگیرم. قصاصم رو گرفت. میخوانم؟ چی شد؟ کجاش؟ خیس بسنی نشید. مادر در کجاست؟ در اونجا اومد. گریه نکن دخترم بس. گریه نکن. گریه نکن دخترم بس. салом چی گپ شد؟ چرا سوزانده که همه جای را با دودی غلیظ پخش کرده است؟ تیرزها رو کشایه؟ نفس گیر شده؟ خوش شدم. یگان روزی آرامی نداره. شما به اینا که میشوید؟ با عزیزه همکار بودیم. به حرمت ارواح عزیزم اینها را پرستاری کنید. اپا من خودم 4 فرزند دارم. از عهده اینها برآمده نمیتوانم. پدرشان در این وضعیت که اینها را صاحبی میکند. همسایه ها مانده شدند. این اول تا بکی میبخشید. اینها یگان خویش و تبار دارند؟ هیچ کس ندارند. معروف و عزیزه در یتیم خانه کلان شدند. خیل باشد
آنها را برده به یتیم خانه سپارید. با یتیم خانه؟ ها. پدرشون هیچگاه راضی نمی شود. پدرشون خودش را فکر میکند. هر روز نوشیده به خانه می آید. پروا ندارد که آنها سیرند یا گرسنه. با احوالش نگرید. کودکان حیف می شوند. گپی مرا گوش کنید. اگر از پیمی کار شوید ثواب میگیرید. چخیر تو به این کار دست زدی؟ تو سبب مرگ منی. چی کار میکنی نگین؟ تو چرا از حیاتی من دور نمیشوی؟ جایی که باید نباشی چرا پیدا میشوی؟ نگین بیا رفتیم. اینجا بوی زندگی ندارد. با آن گناهی که من و تو کردیم فکر میکنی زندگی رنگ و بو دارد؟ کدام گناه؟ آن وقت مرا شنیدن نمیخواستی. گپ زن، چی شده است؟ چی تو را تغییر داده است؟ تو چی مشکلی داری؟ دیر شد واریس، دیر شد. وقتی که تو از بخچه میبرایی از خفای تو به کجایی که میروی میروم. تو حتی پای نمیبری. زندگی من بعد اون واقعا دیگر شد.
کدام واقعه؟ گپ زن آخیر. باید آن روز مرا گوش میکردی. دیگر من به تو گفتنی ندارم. از اوچت فکر کرده زندگی کردن رو یاد گرفته ای ها؟ شاید بودن و نبودنی من برای تو فرق نداشته باشد. غیر از تو کسی ندارم نگین. آمدم که با تو خیر خوش کنم. برای من مهم نیست تو به کجا می روی و در کجایی. به جایی می روم که دیگر تو رو نبینم. مرا ببخش نگین. راهی من دیگر است. شما کی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. کی در کار؟ اینها در خانه نیستند؟ نه نیستند. با کجا رفتند نمیدانید؟ چه نمیدانم. میدانم. همکاری عزیزه ریحان کودک ها را آمده برد. کجا برد؟ کودک ها بی نظارت موندند. پدرشان در بیمارخانه بستری شد. مهرانه و جاوید بعد از مرگ مادرشان خوار و زار شدند. معروف کودک ها را نگاه بین کردن نتوانست. ریحان آمده آنها را به یتیم خانه برد. مهرانه و جاوید در یتیم خانه اند؟ نغز مانید. بیایید به خانه دروید. تشکر. شما آدمی نزدیکشان. دروید مرمت خوراک تیار. صحبت میکنیم. یگون وقتی دیگر. اگر معروف را بینم چی گویم؟ هیچ چیز. پس چرا آنها را میپرسی؟ ممکن؟ او نگین بیا درا. سلام. دختری کلام شدی. بیا دخترم. چین؟ خودت نحس. مادرت چی؟ یگان کمبودی نداری؟ خوانده استاده ای؟ ها. در شعبه غیبانه میخونم، در کودکستان کار میکنم. آفرین دخترم. آفرین. اگر مهنت دوست باشی در جامعه موقعیت را پیدا میکنی و صاحب احترام میگردی. از شما گفزن یک خواهش دارم. شرم ندار دخترم. گفتم گیر. مهرانه و جاوید اون کودکانی نوی که به نزدیکی به اینجا آوردن. ها، پدرشون در بیمارخانه است. مادرشون آنها در گروه منند. با من عادت کردند. شما اجازت میدهید که
рӯзи истироҳат ман онҳоро ба хонаамон барам. پدرشان را میشناسی؟ اگر پدرشان اجازت میداد ما جواب میدادیم. шумо ку маро мешиносед? شناختن دیگر و باور کردن دیگر دخترم. بچه کس جوابگریش کلان. хоҳед забонхат менависам. шиносномаамро гиред. تربیتگیرندگان گروه خردسال مهرانه و جاوید. مهرانه و جاوید را به نزد من بیارید. بله. مالش من جواب میدهم، لیکن روز دوشنبه سحری بر وقت خودت آنها را آورده به من میسپاری. خوب شده است. بگیر من هم شما رو یاد کردم. برای چی در آمدید؟ نمیدانستم که شما در اینجایید. ما رو نزد پدرم میبرید؟ میبرم، حتما میبرم. به خونه ما میرویم؟ نه، به خونه ما میرویم. در خونه شما کی است؟ در خونه ما بیبی است. شیرینکان من، شما نمیدونید برایم چقدر عزیز هستید. انا، این جای خوابی من. بیا. این کتابای کی؟ کتابای مادرم. نیگی؟ آمدی اومدی بچه‌م؟ ها آچه. السلام. این خوش رکو کی باشد؟ نامت چی؟ نامی من مهرانه، نامی دادرم جاوید. خوش آمدین. خوش رکوی بیبیش، شیرینکوی بیبیش خوش آمدین. پایان فراید خوراکشم تیار. من زود می آیم. من امروز نفقه گرفتم. گیر. رحمت. میری پایان؟ بله. واسه تجربه جان. در یتیم خانه مرا غم داد. پدرم را سخت یاد کرد. شما را دید خرسند شد. من هم خرسند. جاوید گیر. سلام. سلام. میبخشید معروف سعیدو در کدام حجره؟ حاضر. در حجره نوم. من میتوانم نزدشان درویم. مرحمت دارم. تشکر.
سلامتیت بهتر شد بچه؟ تو خرسند باشی سلامتی هم خوب است. رحمت. میهرانه و جاوید رو پگاه میاری؟ میارم بچه. روزهای اولی که تو رو به خانه آوردم چی بودن مهر مادری رو نمیدانستم. دیگر زندگیم رو بی تو تصور کرده نمیتوانم. شکر که تو هستی نگین. ما رو ببخش. چی گفته؟ میبخشید که ناراحتتون کردم. شما نگینید. مهرانه و جاوید درباره شما به من زیاد گفتند. آنها ما رو به نزد شما روان کردند. شما آنها را دیدید؟ بله، دیدم. در آنجا چه حال دارند؟ خوبند. سلامتی خودتان چه خیال؟ بهتر شد؟ شکر. بهتر شدم. خودتون رو احتیاط کنید. من باز شما رو خبر میگیرم. شما در اینجا امضا گذارید. کوشش کنید که کودکان بی نظارت نمانند. ما خبر گرفته می ایستیم. احتیاط شوید. آنها تو رو خیلی دوست می‌دارند. باور نداشتم که روزی آنها رو خندان می‌بینم. برابری آنها من هم به تو نیاز دارم.
نگین من آنها رو تنها نمیگذارم. تو ملهمی در توی ما شده ای. پهلوی تو بودن و فرزندانم را کلان کردن این آرزوی من است. این ممکن است. من سزاوار نیستم. این طور نگوی. تو خیلی مهربانی. برای من و فرزندانم عزیزی. نگین دوستت می‌دارم. با این عذاب وجدان نمیتوانم زندگی کنم. باید راستش را به شما گویم. معروف عزیزه رو چی شد جاوید؟ کجای درد کرد؟ پهلوانچه ایمان سخت غم دیدی. بچه کلان گریه نمیکنه. کمی خیلی